ادب و احترام، شب همگی خوش. یه شب خوب و به یاد ماندنی در گنجنامه همدان. آبشار گنجنامه معروفه. این که آب خوشگلی میریزه پایین هم که رودخونه‌شه، خیلی خوشگل، آب جا با صفا. قربون خدا برم، از ارتفاع 3850 متر که قله الوند باشه، این داره از زیر اون آب میجوشه میاد. البته از برف هم هست، حالا یکم برف آب میشه، ولی خب کلی چشمه هستش تو این ارتفاع آب میجوشه خیلیه. اون پایین باید 100 متر زمین رو بکنن تا به آب برسن. اینجا از دل کوه آب میجوشه میاد بیرون. قربون خالق برم، دوستتون دارم زیاد. شب خوش.